بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. امروز به مناسبت یادبود دهها شهدا در ولایت مختار کوهستان بدخشان برنامه را آغاز میکنیم و کوشش میکنیم که درباره اون اشخاصی که در راه مبارزه و وطن و آزادی کشور جان خود را به جبار سپاریدن صحبت کنیم و خاطرهای یادی آنها را داشته باشیم و کوشش کنیم که هیچ وقت یاد گذشتگان فراموش نشود. پیش از آنی که به برنامه من آغاز کنم و در این مورد صحبت کنم، من پیش از آن میخوام در مورد یک برادر دیگر صحبت کنیم و موضوع اول موضوع برادر ما رحمت جان محمد جان باشد، یکی از برادران نزدیک ما که در فدراسیون روسیه سال 2021 که تقریبا همون سالی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان این واقعه رخ داد ناپدید گشت صحبت کنیم و بعدا برمیگردیم به این موضوع اصلی که اسم برنامه را گذاشتیم و صحبت ادامه میدیم. دوستان و هموطنان عزیز و گرامی، امروز یکی از روزهایی است که برای ما اخبار رسید که رحمت جان محمد جان روز 18 می سال 2021 از شهر مسکو ناپدید گشت. اگرچه این صدا بالای ما دیرتر رسید و در رسانه‌ها ما را روز 19 نشر کردیم. بر اساس همین ما امروز احترامی برادر رحمت جان محمد جان کوشش کردیم که برنامه را امروز برگزار بکنیم و این چنین یادآور شیم از شهدایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان صورت گرفت. برادر رحمت جان محمد جان یکی از فعالان جامعه شهروندی، اعضای فعال حرکت سیاسی گروه 24 که از سال 2014 برای آزادی و عدالت که اون زمان همگی 22 سال داشت در راه مبارزه برآمد. مبارزه خود را برای آزادی وطن آغاز نمود. در روند این مبارزه او فرار کرد به ترکیه و در ترکیه چند مدت زندگی کرد، ولی جسارت و مردانگی او را بازگرداند. بعد از مشکلات های سخت دوباره به روسیه برگشت و مبارزه خود را در روسیه آغاز نمود و در اونجا نماینده حرکت سیاسی گروه 24 گزیده شد و او در آنجا فعالیت خود را از نام حرکت سیاسی گروه 24 پیش می‌برد. من مخصوصا رحمت جان محمد جان را در سال 2014 میشناسم که اون زمان ما بر مبارزه را آغاز کردیم بعد از یک صدای عمرعلی قوتوف که به مردم عادی اعلان کرد که به میدان برآیند و در مقابل این ظلم و ستم صدای خود را بلند کنند و مبارزه را آغاز نمایند و ما به این صدا لبیک گفتیم و برآمدیم به میدان و در میدان سیاست مبارزه را آغاز کردیم و در میدان‌ها اعتراض‌ها تشکیل کردیم و کوشش کردیم که یک مفادی برسانیم به جامعه و این روندی بیداری مردمی را فرهنگ بسازیم تا اینکه مردم بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و از این طریق بتوانند در تاجیکستان یک انقلاب فکری و انقلاب مردمی به میان بیاریم که اون انقلاب باعث پیشروی جامعه بگردد. در همین روند من رحمت جان محمد جان رو بار اول دیدم و با اون آشنا شدم. یک جوانی یا خیلی جوان بود، از من 2 سال خورده است، ولی اون زمان منم جوانتر بودم و با هم اونجا ملاقات کردیم و بسیار جوانی جسور بود و وطن پرست بود و برنامه و این مبارزه ما از اینجا آغاز یافت و شناسایی ما را از اینجا آغاز یافت و ما دهها بار در شهر مسکو یک دیگر سال 2014 دیدیم و در چندین تظاهرات ها اشتراک کرده بود و چندین نشست های دیگه ای که ما در اداره های گوناگون داشتیم می اومد اشتراک میکرد. از جمله بعد از اون که 25 اشتباه نکنم 25 نوامبر بود و ما در یک با راهبر سازمان جوانان برای تاجیکستان مقصود ابراهیموف یک ملاقات داشتیم در شهر مسکو و در این ملاقات رحمت جان محمد جان اشتراک داشتند و ما از نام سازمان جوانان برای تاجیکستان با مخالفان حکومت فدراسیون روسیه یک تشکیلات و یک دیسکوسیا یا اینکه صحبت بحث را آماده ساخته بودیم و در اونجا مورد سیاست و این گونه صحبت میکردیم که چگونه ما میتوانیم از دید آنها وطن خود را آزاد بسازیم و رحمت جان محمد جان هم در این نشست اشتراک داشتن و ما واقعا از صحبت های ایشان لذت بردیم.
و بعدا رحمت جان محمد جان یک مدت به ترکیه سفر کردن و بعد از ترکیه برگشتن به روسیه سال 2015 دوباره و در روسیه مبارزه را آغاز کردن و پیش رفتن و همطوری گفتم بعدا نماینده گروه 24 در روسیه گزیده شدن و بعد از یک مدتی که خیلی مشهور گردیدن به اون کوروی را که در روند سفر امامعلی رحمانوف در سال 2019 اگر اشتباه نکنم که در میدان سرخ در نزد کرمل یک تظاهرات برگزار کردن و از برنامه حرکت سیاسی گروه 24 که استقبال گرم امامعلی رحمانوف بود با برادر ما شابودینی یک چی داشتن، یک برنامه داشتن و اون برنامه را در یعنی استقبال گرم امامعلی رحمانوف در شهر مسکو در نزد کرمل انجام دادن و این برنامه بسیار برنامه مورد استقبال مردم قرار گرفت و رحمت جان محمد جان هم در اونجا شهرت پیدا کردن و بعد از اون پخش‌های مستقیمی زیادی داشتن در سامانه‌های یوتیوب حرکت سیاسی گروه 24 و فیسبوک و سپس در سال 2019 بعد از پنج گردیدن کرونا ویروس واقعا هم در شهر مسکو یگانه کسی که هیچ گونه ظاهرنمایی نکرد و به تمام توجیکو در اوجا کمک میرسون ما مبلغ جمع میکردیم از این طریق ایشان در شهر مسکو واقعا هم با مردم کمکی مالی و کمک خوراکی و غذایی اینچنین رو میرسون و مشورت هم میداد و این کارهای خیلی به ایشان شهرت داد ولی ظاهر پرست نبود و هیچ وقت نمیخواست که این کارهایی را که ما انجام میتیم این کارها در رسانه ها نشر کرده شود و مردم از این کمک های ما که بشر دوستانه است مردم بفهمند و واقعا هم کمک های زیادی انجام داد. رحمت جان محمد جان هم سال 2019 هم در کنفرانس سازمان امنیتی همکاری اروپا اشتراک کرده بود و در اونجا من شخصا خیلی اصرار کردم که بماند ولی او خواست که به روسیه بر بگردد و در روسیه مبارزه خود را پیش ببرد. روسیه جایی است که در اونجا توجیکا هستند و میشه مبارزه خود را پیش برد و دوباره به روسیه برگشت. ولی متاسفانه روز 18 می سال 2021 یک باره رحمت جان محمد جان از نزد خانه‌اش ناپدید می‌گردد و بعد از چند ساعت ما با خبر میشنیم ولی تصدیق این خبر روز 19 به دست ما رسید که این رسا 3 سال میشود نه 4 سال می‌دراید رحمت جان محمد جان متاسفانه ناپدید گشت و ما خیلی تلاش‌های زیادی کردیم. متاسفانه رحمت جان محمد جان هیچ معلوماتی به دست ما نیفتاد و ما معلومات بیشتری در این مورد پیدا نکردیم و بعد از یک مدت اخبار دقیق از تاجیکستان برآمد میشود گفت که خود رحمت جان محمد جان با تلاش‌های به ما رسوند که در داخل تاجیکستان قرار دارد و نسبت او پرونده جنایی با مدعاهای گوناگونی باز کردند و بعد از یک مدت که بازم خبر رسید که او را به 20 سال زندان محکوم کرد و مدعاهایی که نسبت این برادر مبارز اعلان کردن بسیار مدعاهای خنده‌آور است که ایشان هیچ ربطی به چنین مدعاها ندارد. بیایید ما از رسانه‌های حرکت سیاسی گروه 24 نسبت این مدعاهایی که رحمت جان محمد جان رو اتهام میزنند معلومات بگیریم تا ببینیم چند مدعی که نسبت این برادر ما در تاجیکستان پرونده باز کردن. خب این سامانه حرکت سیاسی گروه 24 و در اینجا ما چند نقطه رو از اینجا میخونیم. 18 می سال روان نماینده حرکت سیاسی گروه 24 در فدراسیون روسیه رحمت جان محمد جان از خانه برآمده بی‌درک شده. حرکت فوراً یک نفر و وکیل دفاع رو به این حادثه وابسته کرد تا مسئله پیگیری کند و سبب ناپدید شدن رحمت جان محمد جان روشن نماید. پس از نام و درخواست‌های گروه 24 به حکومت حفظ حقوق روسیه نخست 27 می از نامه وکیل فدراسیون روسیه در پاسخ به درخواست دستگاه اجرایی پرزیدنت روسیه و از 10 ایون از نام سر ریاست وکیل در شهر مسکو در جواب درخواست وکیل دفاع جوابی آمد. در هر دو مکتوب گفته می‌شود که رحمت جان محمد جان توسط فرودگاه دمدید و شهر مسکو به شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان پرواز کرده است. همچنین تاکید نموده است که رحمت جان محمد جان در حدود روسیه برای قانونشکنی جنایتی ثبت نام نشده است و حرکت سیاسی گروه 24 را ضرور است که برای تحقیق همه‌جانبه این قضیه به مقامات حفظ حقوق تاجیکستان مراجعه کند. مقامات روسیه من بعد دیگر با ما تماس نگرفتند و از تحقیقات حالت‌های آشکار
اجباراً به تاجیکستان فرستاده شدن. رحمت جان خودداری کردن، اما آنها شرح ندادند که رحمت جان بدون آگاهی و نقش سفر چگونه یک بار عازم تاجیکستان شد. چند قبل دادگاه شهر دوشنبه پرونده جنایتی رحمت جان را بررسی کرد و مطابق ماده‌های زیرین او را از آزادی محکوم نمود. ماده 187. شما این ماده ها را اهمیت بدید. تشکیل اتحادیه جنایی، تشکیل جنایت برای صادر نمودن جنایت‌های وزنین یا جنایت‌های مخصوص وزنین، همچنین راهبری و با چنین اتحادیه و تشکیلات‌ها یا بجز تمام تقریبا آنها. اینجا به این ماده می شود کسی را متهم کرد که او تشکیل کننده یک اتحادیه جنایتی است، در حالی که رحمت جان تشکیل کننده یگان اتحادیه و یک جمعیتی نبوده است، اعضای ریاست یگان حزب و حرکت نبوده است و قانونگذار یگان حزب و حرکت نبوده است، فقط نماینده یک حزب یک حرکت در یک کشور بوده است که این به تشکیل کردن یگان گونه اتحادیه و یا اینکه گروه های جنایتی که حالا حکومت امالی رحمانوف را جنایتی میشمارند وجود ندارد. این حرفا کاملا اشتباه است و این ماده بسیار یک ماده است که گفت که متاسفانه نسبت برادر ما اتهام زده. خب ماده 189 برانگیخته کینه عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی. حرکت که برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع ملی، نژادی، محلگرایی و دینی یا پس زدن شأن و اعتبار ملی روانه شده است. این چنین ترغیب برتری شهروندان از نگاه مناسبت آنها به دین، مناسبت آنها به ملت، نژاد یا محل، اگر این کردار به طور عمومی یا با استفاده وسیله‌های اخبار عامه انجام داده شده باشد. خب این مدارم متاسفانه یک ماده است که اتهام وارد کردن و هیچ گونه رحمت جان به این ماده دست نزده. ماده 307 که شما قسم 1 شما همه میدونید دعوت عمومی در به عمل آوردن فعالیت‌های اکستریمیستی افراطی و یا غیره، یا هم کرداری که با استفاده وسیله‌های اخباری عامه یا در شبکه‌های اینترنتی صادر شده است. ماده 307 قسم 2 تلاش احتیاطی اکستریمیستی افراطگرایی. خب اینجا تشکیل، در حالی که رحمت جان تشکیلگر هیچ گونه اتحادیه نبوده. حالا دعوت عمومی به عمل یا به گروه‌های افراطی یا که اینی که گروهی بسیار در تاجیکستان از جانب دادگاه ممنوع اعلان شده است میتواند یک خب به اصطلاح آن درست براید، ولی دیگر ماده هایی که در اینجا میبینیم متاسفانه دروغند. ماده 307 قسم 3 تشکیل فعالیت های حزب های سیاسی، اتحادیه، جمعیت های دینی و یا دیگر تشکیلات هایی که نسبت از جانب سود یا قرار اعتباری قانونی پیدا شدن، اشتراک در فعالیت حزب های سیاسی، اتحادیه، جمعیت دینی. خب با این دو ماده میشه رحمت جان را اتهام میزدن که در نهایت میشد به او 5 سال تا 8 سال زندان محکوم کرد. اما همونطوری که شما میبینید متاسفانه رحمت جان از جانب دادگاه به 20 سال زندان محکوم کرده شد. این واقعا یک عملی است که نشان میدهد که حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف حتی از جوانترین فرزند این کشور در هراس است، در ترس است و نمیگذارد که یک انسان یک حرف آزاد داشته باشد و یا اینکه ملت خودش را، وطن خودش را، کشور خودش را حمایت بکند. از یک کاری که رحمت جان در سال 2019 کرد، حکومت دیکتاتور امالی رحمانوف در طول چند سال اخیر انجام نداده است. تا امروز از در سفارت‌هایشان بیرون نمیبرایند، از کنسولگرایی‌هایشان بیرون نمیبرایند، بروند یک مهاجر اذیت کشیده تاجیک را دستش را بگیرد، در حالی که رحمت جان در سال 2019 و 20 هزارها دستی مهاجر را گرفته است، کمک کرده است و تلاش کرده است که سری راهی ظلم و ستم این چیزها را بگیرد و ده ها کوشش دیگر کرد، ده ها نفر را با وکیل تامین کرده است، چون ارتباط هایی که داشت با مقامات های روسیه بسیار خدمت های زیاد کردن. اما همونطوری که میبینید حکومت امالی رحمانوف بر عوض اینه که بیاید مردم را کمک کند، کمک کنندگان این ملت را میدزدد و تاجیکستان میبرد و در تاجیکستان با ماده های گوناگون اتهام بسته آنها را زندان میکند. این نشانه ضعف، نشانه افراطگرایی، نشانه بدصفتی، نشانه بد اخلاقی حکومت دیکتاتوری امالی و خانوادگی او است. وگرنه در یک حکومت آزادی و یک حکومت که در اونجا عدالت برقرار است، هیچ گونه اجازه ای نمیدهند که چنین فرزندانی که برای شأن و شرف این ملت مبارزه میبرند، تلاش میکنند، کوشش میکنند، پشت پنجره برده شوند. و همون هم ما میبینیم که قضیه برادر ما رحمت جان نشان دادی بدتر شدن وضعیت سیاسی در تاجیکستان است، وضعیت
جنایت بین المللی حکومت دیکتاتوری علی رحمانوف در روند جهانی است که از یک کشور دیگر توانست یک نفر را برای دزدی و غیر قانونی بدزده و تاجیکستان ببره که این جنایت بین المللی و علاوه بر این اتهام زدن دروغین و وارد نمودن دهها ماده که هیچ ربطی به شخصیت ندارد و نشان دادن از بین رفتن شاخه سعودی در تاجیکستان است که این نشان دادی همه اون به جهان و مردم تاجیکستان معین می‌گرداند. و به همین خاطر ما با خویشاوندان برادر من رحمت جان محمد جان در اینجا صبر جمیل خواهانیم و ما به خودمونم در این قضیه بسیار صبر جمیل خواهیم، چون من رحمت جان رو نزدیکتر میشناسم، یک برادر خیلی واقعی و یک برادر دوستدار، بسیار یک برادر نزدیک بود من و من بارها با ایشان ملاقات داشتم، بارها صورت، یعنی حتی در کنفرانس وشرا که وقتی سال 2019 اومده بود ما بسیار با هم نزدیک بودیم و عکسای زیادی با هم گرفته بودیم، در جلسات با هم بودیم، بیشتر با هم میگشتیم و حتی در روزی رفتن من یک بار به ایشان بلیط گرفتم و برای بازگشتش هم خیلی دیگه بلیط نگیر بلیط گرفتم، بلیطش اشتباه برآمد، یعنی ما باید امروز بلیط بگیریم یک 3 روز پس ماهی گذشته ماه آینده گرفته بودیم، یک ماه بعد که رحمت جان وقتی ایراد گفت یک ماه بعد ویزای ما تمام میشه یا اشتباه گرفته، گفتم که این نصیب تقدیر خود است که پروردگار میگه که برنگرد یا برنگرد، ولی بازم دوباره اجبار کرد که نه بلیطش بگیریم، بازم خب دوباره بلیطش گرفتیم ولی متاسفانه به دست خودمون برش گرداندیم به جایی که در اونجا متاسفانه بعداً زیده به تاجیکستان برده شد. متاسفانه ما تا امروز معلومات بیشتر از قضیه هایی که در داخل زندان نداریم. ما چند روز پیش یک زنگ تلفنی گرفته بودیم از قضیه از داخل زندان و در این زنگ ها این گونه روند زندان رو برای ما تعریف کردن که در داخل زندان تاجیکستان هیچ گونه معلوماتی از خارج به ما نمیرسد، یعنی یگان معلوماتی که ما در اونجا بتوانیم راجع حزب‌های سیاسی، شخصیت‌ها و کارهایی که در اینجا انجام داده می شود ما دریافت کنیم خبری نداریم و در اینجا فقط ظلم، شکنجه، تحقیر کردن و این چیز رو ما دریافت میکنیم و چیزی دیگری وجود ندارد. و حتی یک برادر دیگر از نزدیکی ای برادر سهراب ما اخبار آورد که از برادر سهراب ظفر، رهبر حرکت سیاسی گروه 24، رهبر زندانی حرکت سیاسی گروه 24 که او شخص در داخل سیزا تا امروز در شهر دوشنبه نگاه کرده می شود و علاوه اونی که او را به 30 سال زندان نظامش سخت محکوم کردن و باید انتقال میدادن به زندان‌های معمولی، ولی متاسفانه تا امروز او را به زندان انتقال نمیدهند و ایشان زیر شکنجه و ظلم و ستم در داخل سیزا قرار دارد و اون شخص به این ترتیب تصویر کشید که سهراب ظفر سر و روش، یعنی ریش و سرش سفید شده است و به حد پیر و خسته و بسیار بیمار به نظر می رسد. این به نشان دادی آنی است که متاسفانه در داخل زندان بسیار شکنجه های سخت دیده کرده می شود نسبت مخالفان و این نشان دادی آنی است که ما و شما باید مبارزه را سخت‌تر کنیم و بربخیزیم در مقابل این حکومت مبارزه ببریم و این قربانیایی که رفتن و قصد اینها رو بگیریم. همدیاران و هموطنان عزیز، ما برمیگردیم به موضوع دوم ما. پروردگار در سوره آل عمران در آیه 60 می‌فرماید: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. میگه که پروردگار میگه که نگویید که کسانی که در راه خدا کشته شدن مردند، بلکه آنها زنده‌اند و نزد پروردگارشان رزق داده می شود. شما نگویید که کسانی که میگه ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، نگویید که کسانی که در راه خدا برآمدن و شهید شدن کشته شدن چیان؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، مردن، بلکه آنها زندن و نزد پروردگار خود رزق داده می شود، آنها کشته نشدن. امروز ما یادداشت اون را میکنیم که در سال 2022 در بدخشان چقدر فرزندانی که برای این سرزمین برخواستن به قتل رسانیده شده. پیش از آنی که این قتل را ما معین بگردانیم که چند نفر و چگونه کشته شدن، ما برمیگردیم به معلومات دقیقی که
ما دریافت کردیم و صحبت کردیم. من چرا امروز خواستم در این موضوع صحبت کنم؟ چون وقتی که سال 2021 آغاز تظاهرات یعنی کشتن گلبدین ضیابکوف شروع شد، کشته شد و تظاهرات برگزار کرده شد، ما ده ها برنامه داشتیم و این برنامه‌های ما در پخش‌های مستقیم و در حرکت سیاسی گروه 24 موجود است و شما این حال هم میتوانید برنامه‌های ما را که طول 10 ساعت‌ها من در پخش مستقیم شیشتم و صحبت می‌کردم و این پرونده و این قضیه ها را بررسی و تحلیل می‌کردم و خبر را برای شما می‌رساندم، بازم امروز بر اساس همین مسئولیت امروز بار اومدم تا راجع به این قضیه یک یادداشت کنیم و صحبت کنیم و ببینیم که در طول 3 سال و 4 سال اخیر ما چیکار کردیم. همدیاران و هموطنان عزیز، روز 24 نوامبر سال 2021 در پی قصدگیری حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف، گلبدین ضیابکوف ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ از جانب چند نفر ماسک یعنی حکومتی‌ها و بخش امنیتی جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان حمله شد و به شهادت رسید و همان شب تابوت گلبدین ضیابکوف صبح بر وقت برداشته شد و به میدان شهر خاروغ برده شد و مادر گلبدین ضیابکوف که مادران جسوری بود در میدان طول 4 روز در نزد فرزندش ایستاد و طلب عدالت کرد و گفت که هر نفری که فرزند من را به قتل رسانده است باید به جوابگری کشیده شود. حالا سبب قتل گلبدین ضیابکوف را حکومت این گونه تعریف کرد که گویا گلبدین ضیابکوف یکی از پلیس های حکومت امروزه را که در ولایت مختار کوهستان بدخشان کار میکرد او را دستگیر کرده است و لطوکوب کرده است، در حالی که یک نوار در شبکه‌های مجازی پیش از این حادثه نشر شده بود که چندی از جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان تجمع کردند و یک از کارمندان پروکراتور اون منطقه را دستگیر کردند و این کارمند پروکراتور اعتراف میکند که یکی از خواهرانی که به اداره همین پلیس همین پروکراتور میاد و از این یک درخواست کمک میکند، در علاوه اینه که این پلیس خدمت بکند او را چیکار میکند؟ دعوت میکند به همخوابه شدن و به ناموس او چیکار؟ دست درازی کردن. ولی او خواهر ای را رد میکند. وقتی که از این اداره بیرون میشود میآید به جوانان جسوری ولایت مختار کوهستان بدخشان شکایت میکند که این پلیس ابله و این پلیس رذیل مرا دعوت میکند که بیا فلان کار بکن که من کار تو را بود میکنم. این فرزندان بناموس این کشور برمیخیزند و میان این پلیس را دستگیر میکنن و اگر لطوکوب هم کردن کار خوبی کردن و چون این انسان ها اگر حکومت به جوابگری نمیکشه باید لطوکوب شوند. و این پلیس بدنامی که در پروکراتور نشسته بود و این پلیس را دستگیر کردن و چند نفری یعنی طول یک 20 تا 40 نفر در اونجا بودن و گفتن چرا این کار کردی؟ البته در اونجا لطوکوب نبود، فقط اینه که او را در نزد میدان یعنی همه جمع شدن و از او سوال میکردن که چرا به خواهر ما دست درازی میکنی؟ تو از دیگر منطقه آمدی در این منطقه کار میکنی، نان و نمک مردم این منطقه رو میخوری و چرا دست درازی میکنی نسبت یک خواهر و یک مادری که اینجا آمده است از تو کمک میپرسد؟ در عوض اینه که او پاسپورت از اسمش کجای اشتباه آمده است باید عوض کند، تو در عوضی اونی که پاسپورتش یا اسمش رو عوض کند به خاطر بازگشتن به روسیه، تو چیکار میکنی؟ طلب میکنی که بیا به من همخوابه شه. تو چرا چون این کار میکنی؟ این بد اخلاقی و بد صفتی است. وقتی این واقعه رخ میدهد اون زمان فیضیاروف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بود و این جوانان رو دعوت میکند و کوشش میکند که این کار رو چیکار کند؟ حل بکند و مردم آرام میشوند به خانه های خود برمیگردند و هیچ اتفاقی نمیفته. اما وقتی که یک رذیل دیگر رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میمونن که از کمیته دولت امنیتی ملی تاجیکستان بود، این رذیل که دشمنی با محمد باقر رو داشت که یکی از شاگردان همین بود و به این دشمن شد و از بدبینی و کینه که نسبت این مردم منطقه از همون جا داشت، وقتی ایره به سر قدرت آوردن، قدرت را در دست ای دادن، ایش کار کرد؟ آغاز کرد با کشتن گلبدین ضیابکوف. اولین شده با اساس این
بهانه و اتهام گلبدین را به قتل رساندند. وقتی که تظاهرات برگزار شد، طول 4 روز این تظاهرات در میدان، مردم در اونجا شب و روز ایستادن و چیکار کردن؟ از حکومت طلب کردن که تمام کسانی که در این جنایت دست دارن، اگر اون مادر توال نوارش است که میگوید اگر فرزندی من در اینجا هر کار را انجام داده از جنایت کرده، بیاید در نزد مردم جنایتی را آشکار بکنید. ما یادآور میشویم که در زمانی که یعنی 1 سال پیش در واروخ، وقتی که در واروخ مشکلات مرزی به میان آمد، گلبدین زیابکوف یک از جوانانی بود که برخواست در نوارم هست که آماده ام برای وطنم، برای یک پارچه این وطن برم سلاح بگیرم بجنگم در مقابل هر کشوری که بالای ما تجاوز میکند. و اگر فرزند من چنین اشخاص می بود، وطن دوستی نمی داشت و دشمن این وطن و این ملت می بود و گفته شما این کار رو انجام نمیداد. بیایید نشان بدهید به مردم، بگویید که فرزند من چیکار کرده است. ولی در مدت 4 روز نه اینکه حکومت به اینها هیچ کاری نکرد، یعنی نشان نداد یگان جواب، بلکه به اینها حمله کرد و در همین تظاهرات 3 نفر دیگر را به قتل رساند. تظاهراتی که خشونت در اون نبود، مردم فقط در میدان بودن و در روند 4 روزه تظاهرات چیکار کردن و 3 نفر دیگر رو به قتل رساندن و 1 نفر دیگر رو زخمی کردن که اگر اشتباه نکنم این نفرم بعداً از همون ضرب زخمی که داشت از دنیا گذشت. در اینجا فعالان جامعه مدنی دیدن که حکومت واقعا قتل میکند و با گفتگو آغاز کردند و یک کمیسیه تشکیل کردند که عبارت از 44 نفر که کمیسیه 44 هم اسمش بود و تمامی بزرگان ولایت مختار کوهستان بدخشان اعضای این کمیسیه شدند و با حکومت یک کاری را کردند که هر کسی که به این کار دست دارد حکومت اون رو باید به جوابگری میکشد. حکومت هم گفت که اگر معترضان به خانه های خود بر بگردند من این کار رو میکنم. یک وعده خام داد و ما به این گونه وعده حکومت کار کردیم. تظاهرات را خاتمه دادند بچه‌ها و برگشتن به خانه های خود و جنازه گلبدین زیابکوف را به خاک سپردند. و همین بعد از اینه که این قضیه تمام شد، مشکلاتی که مردم در میدان بودن به خانه ها برگشتن، حکومت همون بازی که 10 بار با مخالفان بعد از صلح انجام داد، اول صلح را کرد، مردم را بازگردان و خودش آهسته آهسته به قتل رسان، بور زندان کرد، در ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز کرد و سپس شروع کرد به دستگیر کردن هر نفری که در این میدان اشتراک کرد و یا اینه که حد امکان در یک جای یک نوار کرد از این ولایت مختار کوهستان بدخشان، چیکار کرد؟ دستگیری کرد آنها را و گفت که به معترضان سلاح نکشید و مردم را نکشید و کسانی که در اینجا دست دارند و گلبدین زیابکوف را کشتن به جوابگری بکشید. و هر کسی که نوار کرد و اعتراض کرد، آهسته آهسته اونها را چیکار کردن؟ از روسیه با راههای گوناگون به تاجیکستان بردن و کسانی که در تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند آنها را سفرشونه، مثلا کمیسیه 44 سفر آنها به خارج کشور ممنوع کرده شد. امردین علاوچویف اگر اسمش یادم نرود، از فدراسیون روسیه رئیس جوانان یکی از نخبگان سیاسی و فرهنگی ولایت مختار کوهستان بدخشان در فدراسیون روسیه دزدیده برای غیر قانونی به تاجیکستان برده شد و 10 نفر دیگر به راههای گوناگون متاسفانه از روسیه و حتی در داخل کشورم چکار کردن؟ دزدیده برده یا کشته شدن یا زندان شدن. این خاتمه ای کار نبود. بالاخره کمیسیه 44 بارها اعتراض کرد که روند کاری که با حکومت کرده ایستاده است، این روند کاری درست نرفته ایستاده است، طوری که باید برود انجام نمی شود و ما کار خود را چکار میکنیم؟ کار خود را با این حکومت اگر این گونه ادامه پیدا کند قطع میکنیم، زیرا حکومت به وعده خود
اجرا نمی‌کند و هر نفری کمیسیه 44 را محدود کرده است و چند نفری حتی از این شماره کمیسیه را دستگیر کرده است دست به اتهام‌های گوناگون. اگر حکومت با گفتش عمل نکند، ما از کار خود یا همکاری خود با حکومت دست میکشیم. یعنی بیانیه نشر کردن و حتی نوارش هم در سامانه‌های مجازی هست. و حتی شهروندان ولایت مختار کوهستان بدخشان و مخالفان حکومت در شهرهای گوناگون در کشورهای گوناگون اعتراض تشکیل کردند، چی در امریکا، آلمان و دهها کشورهای دیگر اعتراض تشکیل کردند با دستگیری مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان که این حکومت این کار را بس کند. ولی ما دیدیم که کار بس نشد. و بالاخره در تاریخ 15 می بود اشتباه نکنم، کمیسیه 44 آخرین بار اعلان کرد که دیگر همکاری با حکومت نمی کند، چون روند را حکومت غیر قانونی پیش برد و تمام اشخاصی که در اینجا بدن محدود شدند و بعضی ها برده زندان کرده شدند و بعضی دیگرش تهدید کرده شده ایستادیان که امروز فردا برده زندان میکنند. به این خاطر در ولایت مختار کوهستان بدخشان مشکلات زیادی به میان آمد. روز 19 حکومت اعلان کرد که یک عملیات در ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز میکند و تمامی سربازان وطن را برای قتل کشتار مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان به بدخشان روان کرد و در اونجا یک عملیات نظامی آغاز پیدا کرد. در این عملیات نظامی زیاده از 100 چند نفر 114 نفر کشته شد و یعنی چند نفر 150 تا 200 نفر دیگر دستگیر کرده شد و بردن کمیسیه 44 که تک تک اونو دستگیر کرده شدند و بالاخره یکی از فعالان و لیدران مشهور ولایت مختار کوهستان بدخشان محمد باقر نیز در یک عملیات از جانب همین حکومت به خطر رسید. و سپس اشخاصایی که دستگیر کرده شدند به زندانهای طولانی واردی روانه زندان کرده شدند، محکوم کرده شدند. بعضی هایشان خب عمرباد گرفتند، بعضی هایشان 30 سال، بعد از 25 20. خب دیگر در عموم سالهای گوناگون و مخصوصا کمیسیه 44 رو که یکی از جوانانی که تولدش 1987 بود ارگشف در انتخابات پرزیدنتی اعلان کرده بود که نامزدیش میموند، او را اشتباه نکنیم اگر با 29 و 30 سال زندان کردن و دههای دیگر رو در این روند زندان کردن. حتی رئیس جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان ورزی بیکوف در شهر مسکو بود اگر اشتباه نکنم، در رسانه ها خیلی فعال بود. او را نیز از فدراسیون روسیه بازم زیده به تاجیکستان بردن و او را نیز بعض زندان‌های طولانی محکوم کردن و دههای دیگر رو همین گونه بردن. به همین خاطر این حالت متاسفانه نشان می‌دهد که حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمان برای بودن خود در سر قدرت از هیچ چیزی دست نمی‌کشد و حتی با قتل و کشتار نیز می‌ایستد و مردم را از بین می‌برد. بیایید ما چند نوار را در وابسته به همین می‌گذاریم و از روند تظاهرات مردمی در ولایت مختار کوهستان بدخشان. پیش از آنی که ما این بگذاریم برادرها، اگر ویدیویی که بخواید راجع ولایت مختار کوهستان بدخشان اگر شما بخواید که این ویدیوها رو پیدا کنید، شما میتونید که من صحبت کردم ویدیوی زیادی از در سامانه حرکت سیاسی گروه 24 هست. این گروپ ادواس چیری بزنین در یوتیوب پیدا میشه در پخش مستقیم لایف یا که پخش مستقیم پریمیر ترنسلیشن. اگر شما این را بدروید در اینجا شما میبینید نوارهای شماره‌هاشون نوشته شده است. ویدیوهایی است که در ولایت مختار کوهستان بدخشان انجام داده شده است. این نوارها را میتونید از اینجا پیدا کنید و حتی اگر شما پایان‌تر هم برید بازم ما در پایان اینجا در اینجا اگر شما ببینید در اینجا 8 نوار است، 6 تا 8 نوار است در ولایت مختار کوهستان بدخشان. این سال 2022
و این چنین ما زیاده از 10 نوار دیگر در ولایت مختار کوهستان 10 تا 11 نوار 11 نوار دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان انجام دادیم. این سال 2021 است. شما میتوانید این نوارها را نیز پیدا کنید که اغلب این پخش‌های مستقیم رو من پیشبری کردم و شما میتونید در اومده این نوارها را از سامانه حرکت شش گروه 24 که به اسم گروه 24 در یوتیوب هست پیدا کرده تماشا کنید. همطوری گفتم بخش اولش که در سال 2021 25 نوامبر ما آغاز کردیم در از اینجا آغاز پیدا میکند شماره 1 تا 11 و بخش دیگری که ما صحبت کردیم از اینجا آغاز می‌یابد در بدخشان چی میگذارد تا تحت شماره 6 که اینش بعد تظاهراتی است که این تظاهرات هم ما در اوجا بچه‌ها انجام دادن و من این تظاهرات در بخش مستقیم انجام دادم و این هم میتونید شما پیدا کنید. خب میگذاریم با نوارهایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان نشر شده است و این نوارها را من به سمت شما از سامانه رادیو آزادی میرسونم. خب برادر بخشش من اشتباه کردم اینجا برای شما بگذارم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک روز بعد از اعتراض ساکنان محله برخاروق شهر خاروق واکنش کرد و هلاکت ضمیر نظرشایف ساکن شهر خاروق را در ناآرامی‌های شام روز دوشنبه در مرکز بدخشان تصدیق نمود. در این بیانیه گفته می شود که 3 افسر زخمی شده است ولی درباره زخمی شدن مردم آسایشته سخنی نیست. یک روز پیش منابع رادیو آزادی درباره زخمی شدن دستی کم 3 نفر از ساکنان محلی نیز گزارش داده بودند. مقامات وضع در خاروق را آرام ارزیابی کردند. ساکنان میگویند در حالت نامعینی قرار دارند. همکارم میرزانبی خالقزاد وضع امروز در بدخشان را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی سلام، حالا وضع در شهر خاروق چگونه است و در آن چی میگذرد در آنجا؟ تا همین مدت ما با نماینده های مقامات و ساکنان شهر خاروق صحبت داشتیم. آنها گفتند صبح همین روز دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان در رأس یک گروه نماینده مقامات کشور به خاروق فرستاده شده است. دلیر جمعه در ناآرامی های ماه نوامبر سال گذشته هم که در راشقلعه و خاروق صورت گرفته بود برای گفتگو با مردم به بدخشان رفته بود. به قبل باز هم ساکنان ماشین های مسافرکشانی که امروز از دوشنبه به خاروق رسیدن از جانب نظامیان در نزد فرودگاه بازداشت و به داخل شهر را داده نشدند. همچنین در اداره ها و مکتب ها نیز در آنها بسته است. به گفته منابع ما امروز گروهی از زنان میخواستند در نزد میدان مرکزی خاروق جمع آیند ولی از طرف نظامیان در نسبت آنها از گاز اشک‌آور استفاده شده است. بعد از اعتراض ساکنان بر خاروق از شام دیروز خط اینترنت در ولایت بدخشان قطع کرده شده و خط تلفن ها هم مشکلی دارد. بنابراین تا این لحظه ها دسترس کردن نوارها از وضع امروز شهر خاروق موثر نشد و هم تصدیق درستی خبرهایی که از این منطقه به دست ما میرسند مشکل است. بله میرزانبی، نظر مقامات در رابطه با حادثه‌ای که در خاروق میگذرد چی هست؟ چی گفتند؟ ببینید مقامات در بدخشان به زنگ‌های ما پاسخ نمیدن و یا اگر یکی گوشه را هم بردارن با شنیدن سوال ما زود قطع میکنن. تا کنون تنها بیانیه وزارت کارهای داخلی نشر شده است و دیگر تمام. وزارت کارهای داخلی در بیانیه‌اش جزئیات حادثه را تصویر کرده است ولی نزدیکان اعتراضگران راضی نیستند. وزارت کارهای داخلی در ناآرامی‌های 16 می در خاروق محمد باقرov یکی از سران غیر رسمی بدخشان، الفت خانم محمد شویب فعال جامعه شهروندی و علیم شیرزمانوف معاون رئیس سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان را گناهکار کرده است. علیم شیرزمانوف روز 16 می دست داشتن در حادثه اخیر را رد کرد.
محمد باقر هم پیشتر اتهام های مقامات را بی‌پایه دانسته بود. چند لحظه پیش پیمان ملی نیز با نشر یک اظهارات استفاده از سلاح و سرکوب تظاهرگران در شهر خرج را شدیداً محکوم نموده بود. تشکر میرزا نبی. خب این اولین نواری است که شما معلومات گرفتید آغازی اعتراض. یعنی اگر شما خوب دقت کرده باشید در اینجا وقتی که کمیسیون 44 اعلان کرد که ما دیگر با حکومت همکاری نمیکنیم و حکومت تمامی وعده‌هایی که داد به وعده‌اش اجرا نکرد و مردم دوباره خواستن بعد میدان برآیند. وقتی که روز اول به میدان بر اومدن و دیدید که شما حکومت آغاز کرد به اعلان کردن یک جنگ، یعنی مردم رو طرفش تیر خوری کرد و کوشش کرد همونطور که شما در اینجا شنیدید چندین نفر رو به هلاکت رسانه. حالا اتهام زد چندین نفر دیگر. بیاید اینجا یک نوار دیگه از این را تماشا کنیم. خب اگر من اشتباه نکنم اینجا بله این یک نوار دیگه است، روی این رو تماشا کنیم. اگر من این را به سمت شما بیارم بخشی برادر من فکر کنم این را پیوست کردم، این پیوست نشده بود است. خیلی عذر برادر، خیلی عذر. متاسفانه این نوار پیوست نشده بود است. من فکر کنم این نوار پیوست شده است. بله بخشش برادر. ده‌ها ساکن ناحیه روشقلا و شهر خوروغ روز 25 نوامبر در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان جمع آمده خواهان بازداشت و مجازات سببگاران مرگ گلبدین زیابکوف شدند. به نقل منابع گلبدین زیابکوف 29 ساله ساکن شاخدره ناحیه روشقلا یک منطقه نزدیک به خوروغ شب گذشته در پی عملیات مقامات قدرتی کشته شده است. امروز مقامات دادستانی بدخشان با پخش یک خبر در سامانه خاور گفتند که زیابکوف با همدستانش از گروه متشکل جنایتی کارمند دادستانی روشقلا را به گروگان گرفته است. همکارم میرزا نبی خالقزاد این حادثه را تحقیق داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزا نبی، جزئیات حادثه چی است؟ ببینید، مقامات بدخشان میگویند که سبب نارامی امروز در خوروغ گروگانگیری ابیرزاده یاردمچی پروکرور ناحیه روشقلا در ماه فوریه سال 2020 ربط داشته است. در خبر دادستانی ولایت گفته می شود که در رابطه با این حادثه آن زمان نسبت گلبدین زیابکوف و همراهانش از طرف پروکراتوری بدخشان پرونده جنایتی آغاز گردیده این نفران در پیگرد قرار داشتند. در خبر دادستانی همچنین از جمله گفته می شود که زیابکوف بر اساس مواد کافتکاوی مقامات پروکراتور در کافتکاوی رسمی قرار داشت. هنگام عملی نمودن چاره‌بینی‌های فوری آید به بازداشت نمودنش بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه نشان داده از پیستولت تمغه مکاروف که غیر قانونی در اختیارش بوده است آتش میکشاید. دادستانی بدخشان میگه در نتیجه آتش جوابی مقامات جنایتکار زخمدار گردیده کشته شده است. سنجیدن درستی این خبر و تفصیلات آن فعلا امکان ندارد، اما دوستان و نزدیکان گلبدین میگن از حادثه ماجرا با پروکرور نزدیک 2 سال گذشته بود و این مسئله آن زمان آرام کرده شده بود، ولی کارمندان انتظامی امروز بدون آگاهی آمدند و خواستند بازداشتش کنند. آنها ادعا میکنند که زیابکوف سلاح نداشت، برای آنها جزئیات کشته شدن او هم معلوم نیست. بعضی از شاهدان حادثه گفتند گلبدین زیابکوف در راه از شاخدره به خوروغ از سرش تیر خورده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. آنها میگویند 2 سال پیش گلبدین زیابکوف و چند نفر دیگر دادستان ناحیه روشقلا را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی زده بودند، ولی رئیس سابق بدخشان یادگار فیض مسئله را آرام کرده بود. پروکرور در یک نوار ویدیویی هم از مردم بدخشان عذر پرسیده بود.
همین حالا که ما صحبت میکنیم میرزا نبی در خروخ چی میگذرد؟ ببینید برخی ساکنان بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گردی همایی مردم در مرکز خاروق همچنان ادامه دارد و آنها طلب دارند که افرادی که گلبدین زیابیکوف را کشتند به جوابگری کشیده شوند. به گفته شاهدان 10 نفر در خاروق تجمع کردند ولی از مقامات تا هنوز نفری از مسئولان به نزدشان نبرآمده است. ساکنان میگویند در فضای خاروق چربالها پرواز میکنند. این حادثه در حالی رخ میدهد که نام ولایت مختار کوهستان بدخشان در هفته‌های گذشته با سبب به طور ناگهانی و زودهنگام برکنار شدن رئیس پیشینیان یادگار فیضوف در سرخط خبرها قرار داشته بود. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد بود با تحولات امروزه در خاروق. خب همجوران عزیز و هموطنان عزیز، همونطور که شما دیدید متاسفانه یعنی آغاز از سال 2021 و ادامه ای تا سال 2022 نشان دادی اونی است که حکومت امالی رحمانوف از همه راه‌ها استفاده میکند تنها به خاطر اون است که بتواند متاسفانه صدای بیداری که در ولایت مختار کوهستان بدخشان بود از بین ببرد و حالی هم هست، ولی به هر صورت به هر بهانه این گونه اشخاص را میبرند زندان میکنند و همونطوری که من گفتم در بالا متاسفانه 10 نفر در اینجا کشته شد. ما برنامه‌های زیادی داشتیم در این موضوع و صحبت‌های طولانی کردیم در این موضوع‌ها و بسیار غمگینم که ما نتوانستیم کسانی که امروز به اسم مخالف و حزب‌های سیاسی نام میبریم در مخالفت و در بیرون از کشور هستیم نتوانستیم در روند مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کاری عملی اجرا کنیم. البته من همچون راهبر نبودم و تاثیرگذاری عمیقی که بتوانم در چنین یک جریان ها کمک برسانم نمیتوانستم و البته این یک از مشکلات هایی بود که تا عین حال مرا داخلا و وجدانا اذیت میکند، آزار میدهد که ما چگونه گذاشتیم که در یک ولایت و در یک منطقه کشور ما و شما چنین خونخواری ها انجام داده شود، ولی ما و شما جوانانی که امروز ادعاهای مجاهدت، ادعاهای مبارزه در مقابل همین بدبختا را میکنیم نتوانیم یک کار عملی در اجرای آن انجام بدیم. و ما دیدیم که 10 نفر این کشور کشته شدند، حتی ورزشکاران به مانند همین امردین علوچایف که یکی از ورزشکاران بسیار ورزشکاری برجسته بود، خدی چهارشنبه‌ایف که حتی یک ویدیو کرد که من از روند همین مشکلات ناراضی هستم و باید که قاتلان به جوابگری کشیده شوند و 10 دیگر نوارا کردن و همه اینها برده پشت پنجره برده شدن و تا حال در پشت پنجره نشستن و اینها هم قربانی هستند. ما قربانی نباید اشخاص را بگیم که فقط کشته شدن، همونطوری که ما رحمت جان محمد جان رو اسمش رو گرفتیم جزئی از قربانی های راه مبارزه و همین کاری است که ما انجام میدیم. و همین خاطر من بسیار خودم ناراحتم از اینه که نتوانستم تأثیری بگذارم و کار را انجام بدیم در روند آزادکنی وطن و در روند پیشگیری ظلم در ولایت مختار کوهستان بدخشان که آغاز شد از سال 2012 و اینچنین 2021 2022 و 10 بار دیگری که با بهانه‌های گوناگون این مردم را به قتل رساندند. حکومت رحمانوف هیچ وقت از قتل دست نمی‌کشد و هیچ وقت او استعفا نمی‌دهد. یگانه راهی که ما میتوانیم این حاکمیت را از بین ببریم این اتحادیه سرجمعی ماست. ما اگر اینجا بشینیم و هر روز صحبت کنیم و هر روز نقشه بکشیم و او را عملی نکنیم مطمئن باشیم که هیچ گونه دیگرگونی را در تاجیکستان انتظار نباشیم و دیگرگونی در تاجیکستان صورت نمیگیرد و ما اینجا میشینیم و 10 فرزند این کشور مانند ولایت مختار کوهستان بدخشان که فرزنداش کشته شدن، قربانی شدن، زندان شدن، ما این گونه انتظار اونها خواهیم بود و در خارج کشور هر روز حرف میزنیم یکی پس یکی همین ما رو بردن میگیرن. سهراب ظفر رو بردن، نسیم جان شریف رو بردن، رحمت جان محمد جان رو بردن، مقصود ابراهیموف رو بردن، محمد روزی اسکندروف رو بردن، عمر علی قوتوف رو کشتن. خب دیگه 10 دیگر رو هر روز به بهانه‌های گوناگون بردن میگیرن، کشتن میگیرن، قتل میرسونن، به اتهامات وارد میکنن. ولی ما و شما چیکار میکنیم؟ اینجا میشینیم و منتظر آن هستیم که کی ما میریم انقلاب میکنیم، بلکه هیچ وقت در راهی رسیدن به همین چیکار نکردیم، عمل نکردیم. یک برادر ما پیوست شدن به اسم غرم، اگر برادر پیوست کنیم صحبت چه گوش کنیم ان شاء الله صحبت ایدیم. برادر سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله برادر. بفرمایید برادر عزیز. برادر گرامی خوبی، امیدوارم که همه
طرف خوبه؟ تنسیت سلامت باشه. الحمدلله خدا را شکر. شما خوب هستین؟ الحمدلله. زنده و خب سلامت. دایر به همه امروزه برنامه که شما موضوع گذاشته، موضوع برنامه درباره هم کشته شدگان پامیر. بله؟ بله بله. خب شهاده اول امروزی که همین جنایت صادر شد، امروزی که خب از طرف این حکومت خونخوار مردم بیگناه، مردم آسایشته، مردمی که حتی نه عراق در دست داشتن، نه یگان فکر بد داشتن در دل در سر میپروردن، هیچ، فقط همه میخواستن که برای مصالحت آمیز امو کارهای خودشان حل فصل کنن. امو جبر ظلمی که بالاشون آمده بود، همه میخواستن که مثال از طرف حکومت دیده برآمده شود. خب امو روز وحیم را، امو روزی که بسیاری آدم ها به شهادت رسیدن، تسلیت میگم برای مردم بدخشان. خب انشالله هستن آدمایی که این قصد شهدا را میگیرن، هستن، روزش میرسه که این کار را به محال خودش نمیگذارن، قصد او شهدا گرفته میشه. خدا کنه که ما باشیم کسایی که قصد اونا رو بگیریم برادر. ما هم در پهلو برادرای اما پامیری همه وقت بودیم، هستیم انشالله. با یک عضو بدن ما هست. ما بگیریم، یعنی هیچ وقت هر فرزندی که فکر میکنیم که از تاجیکستان است و امید دارد که قصد هر کسی که در این راه برای آزادی وطن کشته شده است و مخصوصا شهدای سال 2012 که به خاطر سرزمین برخواستند در ولایت مختار کوهستانی بدخشان که از جانب حکومت کشته شدند و واقعا هم یعنی کشته شدند برای دفاع از سرزمینت، برای دفاع از ناموست، برای دفاع از مال و ملکت، این خود شهادت است و باید هم که اونها قصدشون گرفته شود و خونبه های اونها باید داده شود، وگرنه ما چگونه خودمون مرد و وطن پرست یا که وطن دوست و یا اینکه تاجیکستانی میشمونیم؟ واقعا جای شرم و ننگ است در چنین حالت. واقعا درست قید کردید. ما اینا در پای درمی میدان ماندیم، انشالله که در پهلوی ما بیان رستا بشن دیگه باقی مونده برادرها این قصد البته ما میگیریم، سوگند میخوریم که این روز ما همین تنه میگذاریم. برای همین خب من یک همین سالای 2018 بود، همین یک در بالای سری خودم گذشت، وقتی که من وطن میرم غر میرم، خب یک کارمند کارکن امنیتی ایدنغره خب چقدر تحقیر میکنه بالای ما، چقدر دشنا میکنه. من که در همون وطن خودم هستم حق زندگی ندارم در وطن خودم. من میگه که تو یا با من همکاری میکنی در روسیه تاجیکا را میفروشی، ما از پشت تو پل کار میکنیم، یا نباشه پرونده جنایت اثر نو مقصد تو در پیش مقصد مجاهد بودی که بدی نبودی، مقصد اثر نو وای میکنیم، آغاز میکنیم، مقصد ترا با جنایتکاری میکشیم. خب یا که نباشه این همه مبلغ تو با ما میسپرد. پس در وطن خودم یک آدمی که از دنغره میآید، من حق زندگی نداشتم در وطن خودم. خب با بعضی ها میگن که باید که شکایت میکردی. بالاترین مقامات در تاجیکستان کیه؟ کمیته امنیت ملی. از بالای اینا با کجا شکایت میبری؟ شکایت کردی کپت دود کرد. به همین خاطر از برنامه های اینمی شماها، از برنامه های مخالفان صدها بار ما گفتیم که همه خیل من جبر دیده، همه حقوق شهروندیم پایمال شدگیه، من حق زندگی را ایمن در وطن خودم گرفتگیه، فلان فلان کارکنای امنیتی یگان چاره دیده شود، تا حال یگان چاره دیده نشیده. با شرم نکرده میگن که برخیز بیا ما ترا عفو میکنیم.
جناب عالی را عفو میکنه. آخه همون جناب عالی همون انسانی که بالای من ظلم کردگی اول هوای مسئله شو ببینه که ما بگیم که در حقیقتا جناب عالی شما مثال به داد همین میلاد میرسیده. نه، هیچگاه نمیرسه، برای که ما دیده شدیم به همین دو چشم سر دیده شدیم که زیلان سویتفور شد دادگی هم در درون وطن مرا میگه که شما غرمی یک کارگر مقامات میگه شما از نقطه نظر ما از دیدگاه ما تا حال تروریسته. یعنی چخیل همین گونه که اسرائیل ها فلسطینی ها را چی میگن تروریست میگن و ظلمشو میکنن. من همچنین شدم در وطن خودم در درون که در زادگاه خودم. ای حکومت داری قانون نیست، قانون فقط قانون جنگل است در تاجیکستان. برای همین انشاءالله که ما همیشه در پهلوی برادران بدیم هستیم، بیان با ما یک جایه بپیوندن، هر چیز زودتر این رژیم خوناشام، رژیم قاتل، رژیمی که گرگ صفت هست، این را باید که ما از بین بریم. ما همیشه با برادران پامیری بودیم و یا عضو بدن ما هستند. خب ما هیچگاه آنها را تنها نمیگذاریم، بیایم با ما بپیوندن، یک جای عمل کنیم، این ظالم را از بین بریم. اینقدر گفتن دیدم. سلامت باشه برادر و تشکر از پیوست شدن و انشالله که اون روز فرا میرسد که ما در میدان خواهیم بود و هر کسی که سال 2010 در ناحیه رشت در شهر غرم بزرگوی ما رو به شهادت رساند و هر کسی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2012 و اینک 1921 و 22 انجام داد، حتما ان شاء الله با جوابگری کشیده میشن و خونبای اونها گرفته میشه. سلامت باشه برادر گرامی. تشکر. سلامت باشه برادر. سلام. همدیران و هموطنان عزیز، من یک چیز اینجا بنویسم. برادران گرامی و هموطنان عزیز، همونطوری که برادر ما در اینجا قید کردن، بخیرم متاسفانه امروز با برنامه‌ای که حکومت دارد واقعا ضربه بسیار سخت میزند و مناطق دیگری تاجیکستان. مثلا یک نفر رو ما محلگرایی رو دوست نمیدونیم، ولی وقتی یک نفر دیگر رو میبری در یک جای دیگر میمونه، حتما باید فرهنگ و روند زندگی اون مردم اون یعنی عرف و عادت‌های اونها رو باید بیاموزه. همونطوری که در رادیوی آزادی شنیدید که وقتی که پروکرور یعنی سبب همین ناراضگی در چی است، به خاطر یک پروکرور ابله چیکار کرده است، از همون دختر در عوض اونی که کمکش میکنه یا اینکه پاسپورتش راست میکنه که وظیفه‌ش باید راست کنه، چیکار کرده است، یعنی حالت شهوانی خواسته است که بیاد با من فلان کارا بکنه بعد من این کارا میکنم. یعنی این باعث گشته است که این همین جوانا بر بخیزن بیان او را مجبور کنن که از مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان بخشش بپرسه و در نواری که نشر شده بود او از گناهش اقرار میکنه و بخشش هم میپرسه و این حکومت در معقول نمیشود و متاسفانه همین طریق قطعی چیکار میکنن، میان استاد تمامی کسانی که در این تظاهرات موجود بودن اونها رو به قتل میرسونن و بزرگترین شخصی که در اینجا کشتن این محمد بقیر رو بود که روز 23 مهر، یعنی بعد از 4 روز همین حمله آغاز شدن که روز 19 هم آغاز کردن، روز 23 در نزد خانه خودش، دورتر از نزد خانه خودش، یک میدانی که همیشه او اونجا بود هواگیری میرفت، خودش تنها وقتی به اونجا میرود در همونجا او را به قتل میرسونن. حالا سبب ها معلوم نیست که خودش چرا محافظان خود را با خود نگرفت و تنها اونجا رفت و چرا اونجا رفت. یعنی شاید خودش نمیخواست که مردم کشته شوند، خودش اونجا رفت که حالا هر کسی که اومدنی است مرا کشتنی است بیا به سر من بیاید. خب اومدن او را به قتل رسانند و شاید خودش را در این راه قربانی کرد. این چیزها معین مشخص نیست، ولی به هر حال خونبه های اونها باید گرفته شود و در طول زیاده از تقریبا 3 سال 4 سال می شود ما هیچ کاری عملی در اجرای آن نتوانستیم بکنیم.
متاسفانه در اجرای گرفتن خونبه‌های شهدا تا امروز ما هیچ کاری را نکردیم و منتظر هستیم که کسی بیاد برای ما و تو، برای وطن من و تو خونبها بگیرد. متاسفانه هر روز تا امروز دارن یک نفر ما و تو را میبرن میکشن و ما منتظر خونبها هستیم. کی خونبها رو میگیرد ما منتظریم. در طول چند سال شد هزارها برادران ما از ولایت مختار کوهستان بدخشان از دههای دیگر منتظر آنی هستند که یک روز یک کسی میاد اعلان میکند و ما میریم خونبهای اینها رو میگیریم، ولی تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاد. یگان نفر تا امروز صحبت نکرد، یگان نفر نبرمد در میدان برود بجنگد و خونبها رو بگیرد. ما تا حال منتظریم که کدام سردار ما، کدام راهبر ما، کدام نمیفهمم کسی دیگه بیاد برای ما و شما یک نقشه بکشن ما بریم مبارزه ببریم. انتظاری هم خیلی رفتن و کشیدن میگیره، چند بیستیم ایستادن میگیریم. سلام علیکم برادر عبدالخلیل، فرمو برادر عزیز، اگرچه گفتنی باشید فرمو برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام. در همین قضیه برادر بدخشان ما نخواستیم به طرف باشیم. نگاه کنید که برادر عزیز چه این حکومت همه منطقه را نه تنها بدخشان، در کلاب هم، در غرب هم، در دوشنبه هم، در وحدت هم، در بدخشان هم، در همه جا بگیم که همون نفرهای روشن فکر یا که یک آدمایی که میتونن یگان کار کرده برای همون منطقهش برای رحمانفت چشمش سیخ میزنن که این نفرها بگیم که یکی رفته و مردم در همین آواز نتیان من بمانم گفته میگیرم میبره یا قتلشون میکنه یا که زندانشون میکنه. انشالله که اینا شهیدان، اینا برای ناموسشون خستگیان. ما انشالله امیدواریم از خداوند که اینا انشالله روحاشون شاد باشه، جنت الفردوس جوهاشون بگردونه. نگاه بکنید مردم تاجیک، ما اگر همین خیل بیستیم کو باور بکنه ولی بدگیامون هستن کو در تاجیکستان چند نفر دیگه اوناش هم میبرن یا زندان میکنن یا میکشن. این رحمانوف با یگان نفر رحم نداره. باید ما مردم تاجیک سرجم شده یک سر یک مسئله اومده یک کار کردن مون در کار. غیر این صورت به تنهایی رحمانوف داره امروز مردم کشته شده. ما جنگ شهروندی میگن سالی 91 سالی 92 میگن، باور بکنید تا سالی 97 ایست تا امروز بگیم که سال 90 تا 97 همین انسان مردگی یا که زندان شدگی نیست در تاجیکستان. یک بار شما نگاه بکنید که رحمانوف داره مردم از زندان میکنه یک. اگر جنگ میبود خوبتر بود، بعد به نتیجه می اومد. به نتیجه با گفتی خود چون اومدن نیکی متاسفانه امروز همون دور جنگ دست زیادتر مردم داره در زندانه یا که در دیگر دولت ها بگیم مهاجر شدن برفتن یا که کشته شدن. رحمانوف داره هر روزی کار رو انجام میده. باید ما برادر عبیدالله درست گفت که ما تا حال یگان کار نکردیم. برای چی نکردیم؟ برای که ما داریم پیشنهاد داریم با مردم بیاید دستگیری بکنید. وقتی که مردم قطعی ما نباشه ما همون نفرای هستیم که ما دستمون همین کار میآید. ما میتونیم که مردم بگیم که با رسانه برسونیم، خبر برسونیم، یک کس بگیریم در یک کسی دیگه برسونیم که باید چه کارها کرد. این کارها ما میتونیم کرده. باید نفرهای پیدا بشه که ما خیلی شهرمرد دیگه نداریم و مثل دیگه برادرایی که رفتن برای ناموسشون شهید شدن. شما فکر میکنید که حاضر در تاجیکستان همین کارهایی که همین برادر حساب برای یک خواهر یا که یک زن برآمد دفاع کرد کشته شد، همین فکر میکنه دیگه در تاجیکستان همین چیز همین صورت نمیگیره، همین خیلی چیزها نیستن. بیاره من هزارها برای شما میارم دلیل ها که امروزها در بازارها نمیدونم در جاهای جمعیتی چه روسری های خواهراتون میکشن، چه بگیم که ظلمشون میکنن، دشنام و تحقیرشون میکنن، برای یک سپرافکا میرن نمیدونم سودیو چون بچیو پیشنهاد چون میکنن یا که مفتیشو. شما یگان تا ناموس نداره که بروین که یه تا شپلاق بزنید نام در تاریخ میمونه. این مردکا را امروز داره ما یاد میکنیم.
پروست شما هم خمیره با رنگی همو سخت نگوم پروست همیشه خاموش میره کو میکشتون میره میره خلاص یکم چیز دیگر نیست. مردک باید حمایت کنه از زن، از فرز، از زن، از مادر، از چیزا باید مردک باید حمایت بکنه. ما امروز چون نمیتونیم که از زنهامون از مادرهامون دفاع بکنیم؟ برادر عزیز به خدا ما تا بکای ما هم خاموش میستیم. بخیزی از برای خدا بخیزی بیای یکم سریع مسئله بیایم زنگ بزنی سریع مسئله بیایم یک کاری بکنیم که بگیم که رحمانوف یک طرفه بکنیم. رحمانوف شنه بیا ما یک همون نفری که بگیم قانون شکنی میکنه میاد نمیدونم ریشت میگیره سطرتا میگیره نمیدونم دشنام تحقیر میکنه بیا هم خلکی سر بکنیم که تماشا بکنه که چی گپ میشوه. ما سر یک مسئله میویم که متاسفانه همون نفرها پیدا نشیده شدیان. اگر شما خاموش نیسته دیگه بوار بکنه همیشه رفتن میگیره. رحمانوف داره بگیم که دیگه میگه که دیگه برای لایک زندان میکنن. که امروزها بگیم در منطقه های ما دارن بعد ساعت 6 پرورکه و چوچک میوین در خانه‌ای که مردینه نیسته. تو کجا میره؟ این چه خیلی دولته چه خیلی حکومته که میاد بعد ساعت 6 بیگاه تو میای پرورکه میکرده و چوچک. شما روزانه نمیتونه بیایی. اینا بگیم که چقدر حرامن. چیبا امروز مردم ما یک تا صدا بالا نمیکنه که نداره خانه ما بعد ساعت 6. تو حق نداری بیای. تو روز ده بیا. با یکیمش که در خانه بگیم که مرد نیست زنکان. شما میای خونه یک اینو که مسلمان نیستن. همین خاطر برادر عزیز باید ایگه برای اون منطقه خودمون من دخل داره. خواهش میکنم که به طرف نباشه. میره میکشانتون میره در روسیه میمره نمیدونم از 12 اتاج میغلطی میمری نمیدونم تاکت میزنه در ماشین آورید میکنی میمری. یک کاری باید بکنی که برای وطنت برای آینده فرزندها یک کاری بکنی که نامت بمونه. این خیلی که در دنیا اومدی بخری و با بمری بره. نه باید یک کاری بکنی. خواهش میکنیم که برادر عزیز به طرف نباشه دستگیری بکنی. دستگیری شما پیشروی ما. اگر شما دستگیری نمیکنه باور بکنه با این مبارزه 10 سال دیگه طولانی میشود. به همین خاطر باید ما فرق نداره از کدام منطقه هایی که هستیم باید سر یک مسئله بیایم و چخیل بکنیم که رحمانوف یک طرفه بکنیم. وقتی که ما یک جای شدیم دو سه فکر یک جای کشید با یک فکر دیگر میسازیم. به همین خاطر وقتی که ما زیاد باشیم ما میتونیم یگان کار کرده. به همین خاطر به طرف نباشه دستگیری بکنی در برنامه فعال باشه بیای فکر نظرهاتون در زیر نوار بنویسه نوار به یار و دوستاتون بفرسته بگیم که لایک بگذاره برادر عزیز که سبب زیاد شدن بینندگان ما مخالفین بگرده. همین تا گفتنی بودم برادر عبیدالله باقی خدا نگهبان. زنده و سلامت باشی و تشکر از پیوست در برنامه و صحبت کردن. امیدوارم که انشالله پروردگار برای شما هم فرصت بده که خونبه های این شهدا را بتوانین و در اشتراک خونبه ها اشتراک کنین و قرض شهروندی و قرض انسانی خود را اجرا کنین و جزاگار چنین اشخاص ظالم باشین. قصد نه تنها برادرت بلکه قصد تمام کسایی که حکومت در این زمانی که حکمران بود به قتل رسان قصد اونها را بگیریم به یک جایگی ان شاء الله. زنده و سلامت باشه. خدا نگهبان. زنده باشه. برمیگردیم به موضوع. برادران و هموطنان عزیز، طول 3 سال می شود از همین جریان این 3 و چند سال می شود گذشت. 3 سال از روز حمله و کشتن در ولی در اون اگر ما نگاه کنیم از 25 نوامبر آغاز یعنی 2021 یعنی زیاده از 3 و چند سال گذشت. چرا ما در طول یعنی 3 سال بیشتر می شود نتوانیم حتی سال 2012 یگان کار عملی بکنیم؟ چند نقطه برای گفتن است که من در اینجا ذکر میکنم. نقطه اول، اساس جهان، اداره جهانی را ما نگاه کنیم یعنی منفعت های ژئوپلیتیکی، یکی از نقطه مهمی است که برای ما، برای کشور ما از نقاط نظر کشورهای ابوالقدرت
یعنی نگاه کرده میشه. یکی از اینها این روسیه که پشتیبان‌های اصلی حکومت دیکتاتور امالی رحمانوف است. اگرچه در گذشته ولایت مختار کوهستان و بدخشان پیش از تاجیکستان از سرزمین امارت بخارا جدا شد و به سرزمین روسیه پیوست، روسیه پادشاهی، و شکایت کرد به روسیه پادشاهی که امارت بخارا به ما ظلم میکند و بیایید ما را یعنی طرف خودتون ببرید. و از این دید گفته میشد که شاید امکان دارد که ولایت مختار کوهستان و بدخشان یک ولایت باشد که روسیه بتواند از اینها پشتیبانی کند و رحمانوف را چکار نکند، دستگیری نکند. اما ما دیدیم که در این روند روسیه نه تنها اینکه کمک نکرد، بلکه یک همچون پشتیبانی اصلی تاجیکستان در این روند در پشت حکومت امالی رحمانوف ایستاد و کمک کرد تا اینکه این فشار بالاتر شود و قدرت امالی رحمانوف بازم پایدارتر شود. از نقطه دیگر اگر ما نظر کنیم چین است که چین بیشتر از چند میلیون به تاجیکستان قرض داده است و اساس این منفعت های قرض در تاجیکستان بسیار مهم است که ثبات سیاسی در تاجیکستان با هر مقداری که نباشد برای چون چین مهم است تا اینی که پل در تاجیکستان دارد و بتواند پلش را از تاجیکستان با هر طریقی پس بگیرد و برایش جنگ در تاجیکستان کار خوبی نیست و با این اساس او فکر میکند که اگر امروز در تاجیکستان هر حکومت دیگه بیاید امکان جنگ موجود است و از این دید با حکومت امالی رحمانوف همکاری میکند و حکومت رحمانوف را دستگیری میکند. نقطه سوم اینجا برادران و هموطنان عزیز جهانی غرب است، یعنی دولت‌های اروپایی و دولت ایالات متحده آمریکا و سازمان‌های بانفوذی که از طریق این کشورها تشکیل کرده شدن، از جمله سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌هایی که زیر یعنی به اسم سازمان حقوق بشر موجودند. و ما دیدیم که در طول چند سال اخیر اینها کار انجام دادن، یعنی بیانیه‌های نوشتن، محکوم کردن، از حکومت طلب کردن که کار انجام داده شود، ولی ما میبینیم که متاسفانه یگان کار عملی در اجرای به کار گرفتن همین گونه قضیه ها انجام ندادن. مثلا در روند ولایت مختار کوهستان بدخشان که یک قتل عامی شهروندان بود و این را تقریبا بیشتری سازمان ها را هم اعتراف کردن، از جمله سازمان ملل متحد در یک بیانیه خیلی وسیع بسیار تند از حکومت دیکتاتور امالی رحمانوف خواست که به این پایان بدهد و کسانی که گناه کردن آنها رو به جوابگری بکشد. ولی ما میبینیم که چون این بیانیه ها، حتی امریکا هم چون یک بیانیه نوشت، چون این بیانیه ها در عمل اجرا نمیشن و حکومت رحمانوف هیچ گونه بیانیه ها رو یعنی اهمیت نمیدهد و پروا نمیکند. بر اساس همین ما چرا نمیتوانیم بگیم که چرا اینها کار را انجام نمیدهند؟ چند چیز وجود داره. یکی مسئله جنگ است. همونطور گفتیم ثبات سیاسی در تاجیکستان حتی از جهان از دید غربی ها مهم است، چون کشور همسایه ما که جنگ زده افغانستان است، اینها باز نمیخوان یک کشور جنگ زده هم مرز افغانستان موجود باشد که میتوانند مشکلات های زیادی اقتصادی را به میان بیارد. چون ثبات یعنی نفع اقتصادی تنها با ثبات سیاسی در تاجیکستان میتواند برای جهان غرب هم یکی از چیزهای مهم باشد. بر اساس همین چیکار نمیکند، نمیتواند این مشکلات رو بیاید، یعنی تحریم ها را ایجاد کند. مسئله سوم این مسئله محدودیت دسترسی به اطلاعی است که در تاجیکستان است. مثلا حتی دولت های غربی، دولت های پیشرفته و سازمان های پیشرفته در تاجیکستان او قدر دسترسی ندارند که بتوانند با جنایت هایی که امالی رحمانوف انجام میدهد چیکار کنند، دست بیاورند. حتی در همین مسئله ولایت مختار کوهستان بدخشان وقتی که امالی رحمانوف به اوج حمله کرد، اینترنت رو کاملا از بین برد، یعنی قطع خاموش کرد اینترنت رو، برق رو خاموش کرد و حتی هم تلفن های موبیلی خیلی گپ زده هم نمیشد، صحبت کرده هم نمیشد. چرا؟ چون مشکلات را جاری کرده بود و نمیتونستی حتی زنگ بزنی، در زنگ هم مشکل بود. این نشان داد اونی است که از قتل و کشتار معلومات کمتر به جهانیان میرسد. بر اساس همین هیچ کشور و هیچ سازمان یگان کار عملی انجام ندادن. ما چی کار میتونیم انجام بدیم؟ یعنی کاری که ما میتونیم انجام بدیم که در این روند ما در طول 3 سال نتوانستیم انجام بدیم، این فشار منظم جامعه شهروندی خود تاجیکستان است که ما در طول 3 سال بیشتر میگذره تا امروز نتوانستیم به این نویل بگردیم که از جانب احزاب سیاسی، از جانب جامعه شهروندی و شخصای انفرادی ما بتوانیم یک فشار حد اکثری به حکومت بیاریم که
او حد امکان تو اون درجه پایان فروید که همون پروکوروری که باعث مرگ این قدر نفر شد همون را دستگیر کند برای به جوابگری بکشد. یعنی تو این درجه را ما نویل نگشتیم. این مشکلات پراکندگی جامعه ماست، پراکندگی حزب‌های سیاسی، پراکندگی جامعه شهروندی، نبودن باوری، نبودن اتحادیه در کلی همین شاخه هاست. یعنی امروز از حزب‌های سیاسی مردم میگریزد و حزب‌های سیاسی برنامه‌های دقیق پیشنهاد میکنند که مردم به اونها بیاد. مردم بین خود اتحادیه ندارد، باوری ندارد و این گونه حزب‌های سیاسی هم با خود اتحاد و باوری ندارند که با هم یک اتحادیه یک باوری بسازند که با اون بتوانند برای تاجیکستان چیکار کنند، نجات بدهند. مشکلات دوم این حجتگذاری همین جنگ هاست که ما تا امروز نتوانستیم تمام مطلب‌هایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان کشتارهایی که شد از جانب خویشاوندان اونها، از جانب نزدیکان اونها، اینها را مطلب یعنی مکمل بکنیم و با دلیل ها و فکت ها پیشنهاد بکنیم. فهمیدید؟ ما تو امروز نکردیم. فقط جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان یک مطلب را نشر کرد. در اون مطلب اسمی زیاده نمیفهم از 100 چند نفر نوشته شده بود که اینها خب دیگر زندان شدن، قربانی شدن، کشته شدن، ولی کاری درستی نشد. کار درسته که در اجرای عمل باشد که ما بتوانیم همچون جامعه تاجیک این کار را مجبور بسازیم، فشار بیاریم، نتوانستیم انجام بدیم. نقطه دیگر این تو امروز ما نتوانستیم یگان رسانه‌های جهانی را تا اون درجه را مجبور بسازیم که از همین گونه موادهایی که ما جمع میکنیم که در تاجیکستان اتفاق میافتد چیکار کنن، بنویسن. اگر ما ده ها رسانه‌های ابوالقدرت را مجبور میساختیم که از این مسئله ها گفتگو میکردن، بحث میکردن، مثلا در مسئله فلسطین و در مسئله مثلا جنگ اسرائیل غزه و فلسطین، بسیار رسانه ها زیاد بنویسند، خب طرفدار مقابل، و میبینید که این در جهان یک فشار زخمی میارد، چه به همون دولت حمله کننده و به چه دولت‌هایی که به او کمک میرسانند. و حتی ما دیدیم که از فشار زیادی که از جانب مردم عرب وارد شد و یا مردم مسلمان وارد شد، این بعضی از کشورها واقعا از کمک کردن ترسیدن و دست کشیدن و بعضی حتی تا اون درجه را اومدن پایان خم میدن، گفتن ما فلسطین را به رسمیت میشناسیم و از کاری کردهشون یک تعدادش دست کشیدن تو عین حال. یعنی فشاری درست را ما انجام ندادیم تو امروز. خب مسئله دیگر تو امروز، یعنی این کارهایی را که نکردیم، این باعث گشته است که ما نتوانستیم طلب کنیم چون تحریم‌های جدی نسبت اشخاص وارد کرده شود. یعنی اگر ما این سه نقطه را که من در بالا ذکر کردم، این سه نقطه را ما اگر فشار دقیق می آوردیم، این باعث میگشت که ما حکومت را، دیگر حکومت ها را و سازمان ها را مجبور می ساختیم. اول سازمان ها و رسانه ها را همه را با هم اتحاد میکردیم در مسئله به نشر رسانیدن این مطلب ها و از این دلایلی که زیادی که به دست داریم بعداً کشورهای ابوالقدرت و همچنین دادگاه‌های بین المللی را مطمئن می ساختیم که امروز در تاجیکستان ظلم روبرو صورت گرفته است و از این طریق دلایل اثبات کننده تحریم را نسبت حاکمیت از جهان غرب وارد می‌کردیم. اگر تحریم ها نسبت همین اشخاصی که در اینجا سلاح به دست گرفتند و مردم افسایشته را کشتن وارد کرده میشد، مطمئن بشید که ما و شما پیروز میشیم و حکومت دیکتاتور یعنی مجبور میشید که دیگر چنین کارها را نکند و هر دستاوردهایی که در اینجا، یعنی کسایی که در اینجا با حکومت کمک کرد، دستاشون بریده شود، قطع کرده شود و دیگر در آینده میدونستند که اگر ما چنین یک کار را انجام بدیم، امروز جهان بی صاحب نیست، جامعه تاجیک بی صاحب نیست، میتواند بالای ما فشار بیارد. به همین خاطر ما در این مسئله متاسفانه پیروز نشدیم و نتوانستیم یگان کاری را انجام بدیم. بر اساس همین اگر روندی ما همین گونه رفتن بگیرد، همین گونه عین حال رفته شدیم، همین گونه رفتن بگیرد، مطمئن باشید که هیچ کاری دیگه ما انجام دادن نمیتوانیم. یگان کار انجام دادن و هر سال از همین قربانی ها گذشتن میگیرد ولی عاقبت ما یگان کار عملی در اجرای برقرار کردن عدالت در تاجیکستان یا که فشار آوردن به حکومت امروزه و یا که رسیدن به یک انقلاب مردمی در تاجیکستان نکردیم و نخواهیم کرد اگر همین گونه رفتن بگیریم، بلکه فقط به یک راه ما میتونیم
به خیزش مردمی، به فشار مردمی، به اتحاد شدن، به سرجم شدن، به اعتماد باوری به یکدیگر. اگر ما این کارها را کردیم مطمئن باشید که ما میتوانیم یک کار را انجام بدیم. امروز درد جامعه ولایت مختار کوهستان بدخشان از درد ما جدا نیست. اونها هم باید درک کنن که همین دردی را که ما داریم شما هم داره. این درد کلی ماست. یعنی خانواده عمری رحمانوف امروز یک بلایی است بالای مردم تاجیکستان، هر کسش باشه، از هر منطقه نباشه، از هر قوم، از هر قشری که نباشه. پس ما باید با این بلا مبارزه ببریم و این بلا رو از سرزمین خودمون چکار کنیم، از بین ببریم و نابود بسازیم. در غیر از صورت چکار میکنیم؟ این همین گونه خاموشی را اختیار میکنیم، رفتن میگیریم و هر روز یک نفر ما رو از بین میبرن و هیچ اتفاق اتحادیه صورت نمیگیرد و ما این گونه پراکنده رفتن میگیریم. برای این اساس من پیشنهاد میکنم که برادران و هموطنان عزیز چند پیشنهادی که در درجه کردم برای حل مشکلات که ما نتوانستیم، یعنی 4 تا 5 مشکلات، 5 پیشنهاد، این مسئله را ما دقت بدیم، بالای فکر کنیم و برای آبادی و آزادی کشور مبارزه ببریم و ان شاء الله امیدیم که اگر ما این مبارزه را بردیم مطمئن باشید که حتما ما پیروز میشویم و حتما خونبهای این شهدا را میگیریم. و اگر خاموشی را اختیار کردیم ظلم بیشتر می شود، ستم بیشتر می شود، کشتار بیشتر می شود، به سوی دیکتاتوریت بیشتر می رویم و تاجیکستان ترکمنستان دیگر می شود، تاجیکستان افغانستان دیگر می شود، تاجیکستان سوریه دیگر می شود، تاجیکستان یمن، اونم میفهم هزارها کشورهای جنگ زده که این حال است از اونها بدتر و بدتر می شود. چون سبب خاموشی ما و نبودن اتحاد ما، نبودن اعتماد باوری به یکدیگر میبرد به اون نقطه میرساند. چون دیکتاتوریت عاقبتش همین است. اگر ما دیکتاتور رو دست راهش نگیریم و عاقبت از بین روی، جنگ، جدال، ظلم، ستم، کشتار، قتل و هیچ گونه دیگری باقی نمیموند. برای همین صحبت رو طولانی نمیکنیم، خیلی زیاد صحبت کردیم. برادران و هموطنان عزیز برنامه ما را دستگیری کنید، کانال ما را ابونه شوید. همونطوری که میبینید برنامه ما متاسفانه بعضی حالاتو بیننده کمتر دارد و برای بیشتر ساختن بیننده لایک بزنید، زیاد بنویسید تا اینی که بتوانیم از این طریق برنامه ها رو و بیننده ها رو بیشتر کنیم و ان شاء الله که اگر برنامه ها رو بیشتر دیدن و بیننده بیشتر شد، لایک بیشتر شد، مطمئن باشید که برنامه زیادتر می شود، حرفای زیادتری گفته می شود، تحلیل های بیشتری خواهیم کرد، موضوعی بیشتری رو بررسی خواهیم کرد و کارهای زیادی میکنیم در باره برداشتن ظلم از سر ملت تاجیک و کوشش بیشتر میکنیم که بتوانیم مردم را اتحاد بسازیم، اتفاق بسازیم، از این طریق کنیم بعد در تاجیکستان یک دیگرگونی را به میان بیاریم. من دیگر شما رو وقتتون زیاد نمیگیرم، شما رو به پروردگار عالم میسپارم. پروردگار همه شما را در پناه و حفظش نگه بدارد. پروردگار همه اون کسانی را که در این راه جانشان را به جبار سپردند، پروردگار شهادتشان را قبول بفرماید. پروردگار هر کسی که در راه مبارزه زنده شد، پروردگار برای او آسانی بیار و در کوتاه‌ترین فرصت رو از زندان آزاد بگردان و تنصیحاتی و سلامتی و صبر را برای اونها پیشه بدار و علاوه بر این دعا میکنیم که پروردگار ما را استوارتر بگردان، اراده قوی من بده که بتوانیم در راه پیروزی و در راه مجاهدت و در راه مبارزه برای آزادی وطن سعی کنیم، تلاش کنیم، برویم، بجنگیم و ترس و هراسی نداشته باشیم. دعا میکنیم که پروردگار ظلم و ستم را از سر مردم تاجیک دور بگردان. پروردگار حکومت دیکتاتوری عمری رحمان رو هر چیز زودتر از سر ملت تاجیک، از سر مردم تاجیکستان دورتر بگردان و ما رو با یک سرفرازی و پیشروی و آینده نیک مشرف بگردان. شما رو به پروردگار عالم میسپارم. پروردگار همه شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.